به نام خدا. سلام علیکم. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه دوستای من کاظم هستم. به کانال فنون فنی خوش اومدید. امروز میخوام راجع به این سه شاخه های یوکی انگلیسی یعنی بهش میگن اینا رو یه توضیح بدم و نحوه بستنش رو خدمتتون توضیح بدم. این سه شاخه ها یه پایه برای فاز داره که زده L. دقت کنید توی فیلم یه پایهش برای نوله که زده N و یه پایه برای ارته که علامت ارت رو میبینید که اینجا هم زده E. خب دوستان، الان من بازش میکنم و فیلم رو استاپ میکنم، بازش میکنم و بعد نحوه بستن سیم ها رو هم خدمتتون توضیح میدم. دوستان عزیز نگاه کنید، یه پیچ اینجا داره که من باز کردم. موقعی که این پیچ رو باز کنی ما داخلش این پایه ها رو میبینیم که بقولن 3 تا پیچ داره. ما باید 3 تا سیم اون رو ببندیم به اینا. حالا این که یک فیوز کنارشه، این فیوز 13 آمپره، یعنی بیشتر از جریان بیشتر از 13 آمپر بشه قبل از اینکه دستگاهمون بسوزه این فیوز میسوزه و مسیر برق رو قطع میکنه. اینجا هم زده 13 آمپر رو میبینید که زده 13 آمپر 250 ولت. حالا سیمایی که ما میخوایم ببندیم سیم آبی هست و یک سیم زرد و توسی دو رنگه که برای ارت. همیشه سیمای دو رنگ در جریان باشید که برای ارت استفاده میشه. و یک سیم اگه اشتباه نکنم قهوه‌ای داریم که ما اینو الان میبندیم اینجا، یعنی سیم قهوه‌ای ما سیم قهوه‌ای میشه فاز، آبی میشه نول و سیم دو رنگمون هم میشه ارت. حالا ما اینو میبندیم اینجا و ادامه فیلم رو میگیرم خدمتتون. خب دوستان من سیما رو من بستم. دقت کنید این سیمایی که استاندارد خودش یعنی گذاشته بود بلند بود. چرا؟ چون ما اگه میخواستیم اون سیما رو ببندیم این روکش سیم زیر این نگهدارنده پلاستیکی، این بسته پلاستیکی زیرش جا نمیشد، چون که سیما زیاد بودن و اون در پوش نمیتونست بیاد روش قرار بگیره. من سیما رو کوتاه کردم، جا زدم. بهتره که سرسیم بزنید ولی من چون نداشتم حالا اشکالی هم نداره، ولی دقت کنید برای بستن حتما این سیما رو این پیچا رو صفر ببندید که شل نباشه، چون شل باشه مرور زمان این آمپر میکشه و فیوز میسوزه. پس دقت کنید پیچ ها حتما محکم باشه. سیم قهوه‌ای رفت برای اینجایی که پیچی که نزدیک فیوزه یعنی وصل به فیوز. سیم ارت هم که این بالا بود که همین اینجا هم زده بود ارت، و سیم نول هم که این آبیه بود که تو نقشش این بود. حالا چیز دیگه ای نداره. این بست پلاستیکی هم حتما روی روکش سیم قرار بگیره که موقعی که سیم کشیده میشه این سیما از توی پیچ در نیان. این نگهش داره، چیز دیگه ای نداره. در پوشش هم میبندیم. در پوشش هم به این صورت بسته میشه. به این صورت بسته میشه و یه پیچ هم میخوره کفش که این پیچ هم میبندیم و تمام میشه. اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک فراموش نشه، کانال رو دنبال کنید و به دوستان فنی خود معرفی کنید ما رو. از همتون سپاسگزارم.